سلام عزیزای دلم، خسته نباشین. این کارخونه که میبینین استان گلستان دوراهی کلاله. این دوراهی کلاله که میبینین نگاه کنین، همین مسیر میخوره به کجا؟ این مسیر دوراهی کلاله میخوره به مسیر مشهد مقدس. نگاه کنین، یه نمونهشه تابلوشون واسه شما بگیرم که کجا هست این مسیر. و سمت راستتون رو نگاه کنین به روستای تراجع. به میگه روستای تراجع یه کارخونه هست. نگاه کن، کلا کارخونه سیمان هست. کلا روستاشون رو کلا گرد و خاک گرفته، نمیتونه یه نفس عمیق بکشه. مردم میگیرن. خودتون فرض کنین توی همین روستا خودتون زندگی کنین، چجوری میشین؟ به این روستای سرسبزی، جنگل سرسبزی خوشگل شده گرد و خاک سیمان کلا. اینو من نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم. نگاه کن، فقط خودتون دقت کنین، فقط دقت کنین. اصلا موندم به خود، فقط دارم نگاه میکنم، فقط گرد و خاکه. توجه کنین بچه‌ها. مرسی عزیزای دلم، قربون شما، ممنون.